سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیوی من. هلستار هستم. امروز اومده 13 کیسی شارژ کردیم تا سر کاستوم کریت جدید که اومده بزنیم و هلمت اینفرنو همونجور که می‌بینید وارد بازی شده و خیلی دوستش دارم، واقعا کشته مردشم. و یه مهمون عزیز داریم اینجا که اسپانسرمون هم هستن. صحبتی داری؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنلمون. امروز اومدیم با هم در کنار هم یک کریت اوپنینگ داشته باشیم و چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. برین با هم که در کنار هم کریت اوپنینگ رو بزنیم. خیلی ممنون. خیلی خوب، میریم سراغ باکس. میریم آیتم ها رو بررسی کنیم و بعد دیگه جوابگشایی رو شروع کنیم. خب اولین آیتم که ما داریم اینجا، کلا چند تا آیتم متی، 8 تا آیتم متی که آورده که من 5 تا رو بند کردم. یه چند تا تکیه هم قبلا سرش زدم من و 3 تا متی گذاشتم. ومپایره که من ومپایر دارم، همونجوری که گفتم 2 تا هم ازش دارم متاسفانه. هلمت اینفرنو خیلی دارم میخواد بهم بده و این لباسه که رو دراپ میپره ایکی هلفایر هم خیلی دوست دارم، امیدوارم که اینم داخلش در بیاد. ما بقیه آیتم ها لجندن دیگه، فکر نمیکنم واقعا مهم باشه برام، چیز چرت و فرتی هم هستن. یه چند تا که زدیم آیتم هم در آوردیم یه چند تا و بریم که دیگه ادامه رو داشته باشیم. امیدوارم که هلمت اینفرنو رو در بیاریم دیگه، واقعا ظلم اگه در نیاد. خب اولی رو من میزنم به اسم کسایی که این ویدیو رو نگاه میکنن و سابسکرایب میکنن. سابسکرایب کنید، حتما شانستون رو امتحان کنید. الان دیگه هنوز ویدیو نگذشته که سابسکرایب کنید. اگه شانستون خیلی خوب باشه این 10 تایی که من دارم میزنم یه چیز خوبی در میاد دیگه. برو بریم. خدایی با امید تو ببینیم چی در میاد. چی میده؟ خیلی استرس دارم برش واقعا. یه آیتم داده به ما. خب بنازم یه لجند، بنازم تاپ جی. من توقع دارم ازت، توقع دارم. خیلی هم استرس دارم واقعا. تمام داراییامو من گذاشتم. دفعه دوم فکر کنم پاجی فهمید من اینفرنو میخوام، نباید نشونش بدم. فهمید دیگه فایده نداره. یا آیتم دیگه لجنده، کلاه ومپایر. بنازم. خدایا اینا چیه داری من میدی؟ اینفرنو بده کار جمع بشه. 10 تایی بعدی. چقدر استرس دارم. یا آیتم 19 تا چی داد؟ نتی که پنه پدر سگ. این چیه میدی به من؟ من گفتم متیک دادی به من، خجالت بکش. برو خودتو بکن زیر گل. بعد خدا زده. واقعا هر بار که میزنم مثبت فلان قلبم وای میسه. من میزنم رو ومپایر، مثلا ومپایر رو میخوام. چی میده یعنی؟ اینجا هم داد یه چیز دیگه، بازم لجند. خب فایده نداره اینجوری فایده نداره. میریم مپو عوض میکنیم، ارنگل با مودش کنیم. با مود میگن جوابه. میریم. آره باجی من ومپایر میخوام، ومپایر به من بده. نه یک ومپایر حالا واقعا بهم بدی، ومپایر ندی. هیچی نداره، همش سیلوره، 0 تا 100 سیلوره. خب ببینیم اینجا این کار میکنیم. بده حاجی بده. چه ترکیب هم میزنیم، انشالله که یه چیزی بده. باقی من کشته مرده اینم یه چیزی به من بدیم. ایکی هلفایر. بنازم هلفایر رو در آوردیم. ماشاءالله عالی واقعا. تا اینجا
بد نبوده ولی خوبم نبوده. من متیک میخوام، من توقع متیک دارم. هی بدش من پابجی، من اینو بازت بگیرم. نکنه دادی دستم داره میلرزه، دستم داره میلرزه. یه زنه اکیچه چیزی چرخه، صداش عذابه. بذار مپو عوض کنیم، مپو بذاریم رو لیویک. مپو هم که دانلود ندارم، از پلیر خوبی هستم. خب خواستم استارت کنم حقیقتا نمیفهم اصلا باید چیکار بکنم. برای سیستم فشار آورده. من همه چیمو فروختم گذاشتم. پابجی ضایعم نکن بده من برم. ندار تکراری سگ بشه باشه داخل شانس من. یه اسکی فعال میکنیم، یه دهتایی جواب نیست انگار، جواب نیست. نه پابجی من ومپایر میخوام، ومپایر به من بده. بذار من نه ولش کن، بده به من. آقا این به اسم تو هدی به اسم اسپانسرمو بزنیم ببینیم چیزی در میاد. یه چیزی در اومد، یه چیزی دیگه. نه هیچی نیست. نیدش بود شد به اسم من در اومد. نیدش بود به اسم بد نبود شانسه. خب به اسم بچه‌هایی که لایک میکنن، به اسم کسایی که لایک میکنن و کامنت میذارن. ببینم شانستون چیه. نگاه وسطشه الان دیگه شانسیه واقعا همه چی. ببینم شانستون چطوره. اگه شانستون خوب باشه که میدش فرنا رو بهم میده. ببینیم شانستون چطوره. آخه ای چه شانسیه داریم. معلومه لایک نمیکنین ها. لایک کنین کامنت بذارین. الان اگه لایک کرده بودین الان شاید این چیزی. هنوز که من ویدیو رو نداشتم گوه میخورم. ولی خب شما نیتشو داشته باشین، منم نیتشو دارم که به اسم شما بزنم. میریم برای بعدی. خدایا هلفایر رو بده، ومپایر رو بده. نکنه ومپایر رو بدی واقعا. من ومپایر نمیخوام. اینفرنو رو بده. اینفرنو نه هیچی در نمیاد. تکراری رو استغفرالله. خدایا 6-7 گاهی دیگه بیشتر برامون نمونده. تقریبا نصف کریتا رو ما زدیم، نصفشو زدیم. خدایا یه چیزی به من بده دیگه. چه کاریه داری سرم در میای؟ تو خود میدونی من زحمت کشیدم پولو به دست آوردم، یعنی بدبخت کردم خودم. یوسی چقدر گیرون یه اسکیپ فعال میکنیم، یه دهتایی رسته آیتم بده، یه دهتایی دیگه. خیلی تو پدرسلگی دیگه. پابجی متیک نمیخوای به من بدی؟ آقا برو خودتو بکش بدبخت. میگم اصلا یه چیزی کاش من وی پی ان عوض کردم با یه وی پی ان دیگه بزنیم. یه بارم بازی ببندم باز دوباره. A few moments later. خب برگشتیم، وی پی ان سرور رو عوض کردیم، اومدیم دوباره وارد شدیم، میذاریمش رو ارنگر. پابجی یه چیزی به من بده دیگه واقعا زشت. 4 کا دیگه بیشتر ندارم، 4-5 کا بیشتر ندارم. ولی خب از اون ور یه مقدارش هم میخوام بذارم برای که تکیهاشو پر بکنم. ولی از این ور زشت واقعا به من متیک ندی. یه متیک بده بهم. همه متیک در آوردم من در نیارم. برو خجالت بکش. خب میزنیم به اسم خودم نزدیم. بزنیم ببینیم چطور شانسمون. شانس دی گویی من نیده بودم. میزنیم به شانس تو. اوکی. شانست بد نبود. اینم دیوار چی کار میکنی؟
Señoras y señores, va Modric, va, habilita a Vinicius, vino para Benzema. Three 3:28 a.m. عالی گنگ. خب من یه مشورت ریز دارم با اسپانسرم. 20 minutes later. خب طبق مشورت هایی که من داشتم با اسپانسرم قرار شد که مکلارن هم بهتون گفته بودم که اگه شد میگیرم. از اونجایی که ما یوسی اضافه بردیم و منم اصلا هدف اصلیم هلمت اینفرنو بود، نه این لباسه. خیلی دوستش دارم اینم، ولی خب ندارم دیگه، چیکار کنم، نداره، بیا بکن. بعد گفتیم که بیایم 2 تا 10 تایی دیگه بزنیم که این تضمینی ها برسه به 200. 4 تا میزنیم، اگه داد که داد، اگه نداد دیگه هیچی دیگه. شما رو بخیر، ما رو به سلامت. ببینیم که چی میشه، خدا کنه بده، خیلی دوستش دارم. ولی اگه نداد جمع میکنیم برای مکلارن که فکر میکنم 22 میاد به تاریخ اروپا، دارم میگم 22 میاد، 22 همین ماهی که هستیم و برای اون میزنیم. اگه بتونیم یه دونه 1 کارت یا 2 کارتشو بگیریم خیلی خوب میشه. خیلی خوب، من 2 تا دیگه میزنم. این 2 تا دیگه رو میزنم به شانس، شما. 2 تاشو میزنم به شانس شما. ببینم میتونیم این متیک دیگه هم واسم در بیاریم یا نه. خیلی خوب، میزنیم ببینیم چی میشه. خدا کنه که بدش، ما خوشحال میشیم. دیگه پابجی فهمیده، میگه تو 2 تاشو داری، این یه دونه دیگه رو میخوای بدم، بیا. آخری هم اسکیپ میزنم، انشالله که خیره. نداد، منم توقع نداشتم که بده، پابجی خر نیست. خب میایم تضمینی ها رو میزنیم. تضمینی ها اولی میزنیم به شانس اسپانسرمون، شانسش خیلی خوب بود واقعا، دمش گرم، شانس خوبی داد به ما. هلمت اینفرنو چیزی که میخواستم و در آوردم. ببینید که شانست ایوار چجوره. اولین تضمینی رو میزنم به اسمت، به شانست، ببینید که چی در میاد. به نظرتون شانسش چیه؟ اول من الان داخل کامنت ها بگین که شانسش چیه به نظرتون. اینو که داشتیم. خب دومی میزنم به شانس خودم، هم که داشتیم. سومی میزنم به شانس شما، تضمینیه، ببین چی در میاد. و این آخریشه. آخری رو میزنم در راه خدا. خدایا تا هم هوامونو نداشتی. خیلی هم خوب. خیلی خوب، ما دیگه ریسک نمی کنیم. بقیه یوسی ها نگه می‌داریم برای مکلارن که بودونم فکر می‌کنم 20 روز دیگه اینا میاد. خوشحال شدم که تا اینجا ما رو همراهی کردید، واقعا دمتون گرم. یادتون نره که لایک و کامنت هم بذارید تا ویدیوی بعد ببینید.